تقارن هفته بسیج هم با این ایام که ایام حماسه بزرگ تاریخ اسلام است یک اتفاق مطلوب و مغتنم است. حماسه بزرگی که عرض کردیم منظورمون حماسه زینب کبراست سلام الله علیها که مکمل حماسه عاشوراست، بلکه به یک معنا حماسه‌ای که بیبی زینب کبرا سلام الله علیها به وجود آورد احیا کننده و نگهدارنده حماسه عاشورا شد. عظمت کار زینب کبرا علیه السلام رو نمی شود در مقایسه با بقیه حوادث بزرگ تاریخ سنجید، باید اون رو در مقایسه با خود حادثه عاشورا سنجید و انصافاً این دو عدل یکدیگرند. این انسان با عظمت، این بانوی بزرگ اسلام بلکه بشریت، توانست در مقابل کوه سنگین مصائب قامت خود را استوار و برافراشته نگه دارد. حتی لرزشی هم در صدای این بانوی بزرگ از این همه حادثه پدید نیامد. هم در مواجهه با دشمنان، هم در مواجهه با مصیبت و حوادث تلخ مثل یک قله سرفراز استواری ایستاد، درس شد، الگو شد، پیشوا شد، پیشرو شد. در بازار کوفه در حال اسارت اون خطبه شگفت‌آور را ایراد کرد: یا اهل الکوفه یا اهل الختل و الغدر اتبکون الا فلا رقعت العبره ولا هدأت الزفره انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تا آخر. لفظ مثل پولاد محکم، معنا مثل آب روان تا اعماق جانها می نشینه. در اون چنان وضعیتی مثل خود امیرالمؤمنین زینب کبرا حرف زد، تکان داد دلها را، جانها را و تاریخ را. این سخن ماند در تاریخ. این در مقابل مردم در محمل اسارت، بعد هم در مقابل ابن زیاد با اون چنان قدرتی سخن گفت، هم در مقابل ابن زیاد در کوفه، هم چند هفته بعد در مقابل یزید در شام. اون چنان سخن گفت که هم دشمن را تحقیر کرد، هم سختی هایی را که دشمن تحمیل کرده بود تحقیر کرد. شما می‌خواهید خاندان پیغمبر را به خیال باطل خودتون مغلوب کنید، منکوب کنید، ذلیل کنید. العزة لله ولرسوله وللمؤمنین مجسمه عزت است زینب کبرا
همچنانی که حسین بن علی علیه السلام در کربلا در روز عاشورا مجسمه عزت بود. نگاه او به حوادث با نگاه دیگران فرق دارد. اون همه مصیبت، وقتی دشمن میخواهد او را شماتت کند میگوید ما رأیت الا جمیلا، اون چه دیدم زیبا بود، شهادت بود، داغ بود، اما در راه خدا بود، برای حفظ اسلام بود، ایجاد یک جریانی بود در طول تاریخ تا امت اسلام بفهمن که چه کار باید بکنن، چگونه باید حرکت کنن، چگونه باید بایستند. این کار بزرگ حماسه زینبی است. این عزت ولی خداست. زینب کبری از اولیاء الله هست. عزت او عزت اسلام است. اسلام را عزیز کرد، قرآن را عزیز کرد. ما البته اون بلند پروازی رو نداریم، اون همت رو نداریم که بخوایم بگیم رفتار این بانوی بزرگ الگوی ماست. ما کوچکتر از این حرفا هستیم، اما باید به هر حال حرکت ما در جهت حرکت زینبی باشد. باید همت ما عزت اسلام و عزت جامعه اسلامی و عزت انسان باشد، همونی که خدای متعال با احکام دینی و شرایع بر پیغمبران اون رو مقرر فرموده است. اونچه که در بخش اول عرایزم کوتاه میخوام عرض بکنم برای شما عزیزان بسیجی، جوانان عزیز، این است که یکی از عوامل مولد این روحیه و این صبر در زینب کبری سلام الله علیها و در دیگر اولیاء اللهی که اینجور حرکت کردند صدق است. صدق، صادقانه با پیمان با خدای متعال برخورد کردن، دل را صادقانه به راه خدا سپردن. این خیلی مهمه. در قرآن کریم این صدق را هم برای انبیاء عظام الهی لازم میشمرد و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم. ما از تو پیمان گرفتیم ای پیامبر، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پیمان گرفتیم، از همه پیغمبران پیمان گرفتیم و این پیمان پیمان بسیار محکم و غلیظی است، تا این که لام به تعبیر عرف ما طلبه ها لام عاقبت است، لیسأل الصادقین. نتیجه این پیمان اینه که این پیغمبران بزرگ مورد سوال قرار میگیرند از صدقی که در قبال این پیمان نشان دادند و به خرج دادند. یعنی پیغمبر ما و پیغمبران بزرگ الهی باید در پیشگاه پروردگار عرضه کنند اون میزان صداقتی را که در مقام اعمال این میثاق الهی به کار بردن. این مال پیغمبران. در مورد مردم معمولی و مؤمنین
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء. در مورد پیغمبران بزرگ نقطه مقابل صادق را کافر قرار داد و اعد للکافرین عذابا الیما. در مورد این مؤمنین نقطه مقابل صادقین را منافقین قرار داد که اینها نکته هایی درش هست. از من و شما هم سوال میکنند درباره وعده و عهدی که ما با خدا کردیم. با خدا معاهده داریم ما. حالا در این آیه شریفه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، این عهدی که میگوید مؤمنین با خدا بستند و بعضی از مؤمنین به این عهد به نیکی وفا کردند، ثابت قدم موندند پای این عهدشون. این عهد همونی است که در همین سوره مبارکه چند آیه قبل از اون میفرماید که بلقد عاهد الله من قبل لا یولون الادبار. به این نکات باید توجه کنیم. همه ما با خدای متعال عهد کرده بودند که از مقابل دشمن فرار نکنند، پشت به دشمن نکنند، در مواجهه با دشمن رها کردن مواضع و عقب نشینی منهزمانه از جمله چیزهایی است که قرآن تأکید می‌کند که نباید انجام بگیرد. در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، در هر جایی که صحنه زورآزمایی است در مقابل دشمن باید ایستاد. باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود، اراده شما بر اراده دشمن غالب باید بشود و می شود و این ممکنه.